پروسه تولید دو سردنده M6 چون وسطش گل نداره مجبوریم رزه دستی بزنیم، زمان بر میشه. الان حدوداً 4 روز 5 روز روی این خط. از خواهد بی زحمت گیج خورش هم تست میکنیم. این گیج نرو طرف بسته نمیشه، گیج نرو اون برم بسته نمیشه. گیج برو مرسی ممنون.